بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز. باید این جمله ها را فراموش نکنیم. خداوند در سوره اسراء آیت 37 می فرماید و در زمین خرامان مرو، یعنی متکبرانه و مغرورانه، به درستی که تو زمین را نخواهی شکافت و در درازی قامت به کوه ها نرسی. سوره لقمان آیت 18. و رخساره خود را از مردم متاب، یعنی به تکبر روی متاب. و در زمین خرامان راه مرو، به درستی که خدا هر نازنده خود ستاینده را دوست ندارد. خدا حافظ دوستان عزیز و مهربان ما.